دانشجویان امروز شادتر از روزهای دیگر به نظر می‌رسند. آنان با وجود مشکلات فراوان که در پیش رو دارند، همچنان مصمم به ادامه تحصیلاتشان هستند. دانشجویان دانشکده خبرنگاری دانشگاه هرات از 4 سال پیش نمایشگاه عکس تحت عنوان آینه را راه اندازی کردند. آنان عکس‌های دوره دانشجویی و کارهای روزمره‌شان که به دانشگاه می‌آموزند را به دانشگاه می‌آورند تا استادانشان از بین هزاران عکس‌هایی که با معیارهای فوتوژورنالیسم برابرند را راهی نمایشگاه نمایند. برای نخستین بار که در سطح دانشگاه هرات از سوی یک دانشکده روز جهانی دانشجو تجلیل میشه و افتخار این را داریم که به عنوان نخستین دانشکده میخواهیم برای دانشجویان ما بفهمانیم که روز جهانی برای تجلیل از اونا هم وجود داره و اونا میتونن در این زمینه به خودشناسی لازم برسن و در واقع بفهمن که دانشجو چی کسیه و بتونن به قله‌های علم و دانش برسن. هدف از برگزاری محفل ما یک انگیزه و یک حرکت، تقریبا یک ذهنیت دادن بر منش و بینش جوانان عزیز است تا اینکه جوانای ما یک حرکت بهتر و بیشتری داشته باشند، از لحاظ کیفی بیشتر خدمت کنند. به گفته دانشجویان، آنان با متقبل شدن هزاران صد در راه خبرنگاری باز هم مشتاقانه به این راه ادامه دادند. آنان می‌خواهند کسی باشند که در آینده برای کشور و مردمشان از این طریق کاری نمایند. فرهاد حقیار دانشجوی سال دوم دانشکده ژورنالیسم دانشگاه هرات است. عکس وی امسال در نمایشگاه آینه 4 برنده مقام اول شده است. حقیار میگوید که برای شکار این عکس مدت‌ها وقت سپری کرده است. او می‌افزاید که در زمان گرفتن عکس تمام توانش را به خرج داده تا درد نهفته این طفل را به نمایش بگذارد. اگر ما بخوایم که بعضی در رابطه با بعضی چیزا 1000 کلمه بنویسیم و یا بیشتر از او، ما میتونیم او را در یک قسمت یک عکس به طور ساده با یک عکس بیان کنیم. به مناسبت 26 اغرب روز دانشجو بسیار یک محفل خوب و با تشریفات عالی برگزار شده بود که در این محفل دانشجویان سال دوم دانشکده ژورنالیسم عکس هایی که در طول سمستر گرفته بودن رو به نمایش گذاشتن و نمایشگاه بسیار جالبی برگزار کردن. امروز به خاطر ازی جمع شدیم که همایش از بزرگداشت از روز جهانی دانشجو هست که در سطح خود دانشکده خبرنگاری دانشگاه هرات برگزار شده. این اولین همایشه که از در خود سطح دانشگاه هرات برگزار میشه. دانشجویان همیشه در تحول جامعه به سوی بیداری نقش فوق‌العاده‌ای داشتند. استادان دانشکده ژورنالیسم هرات میگویند که آنان چهارچوب درسی را که آماده کرده اند تقریبا در تمام ولایت‌های کشور قابل تطبیق است. به گفته آنان این دانشکده دارای امکاناتی است که دانشجویان این رشته به صورت عملی در آن کار می‌کنند و می‌آموزند. در مجموع فاکولته ژورنالیسم روزها در اوج قرار داره و ما در حال ارائه خدمات تحصیلی برای دانشجویان مختلف از سراسر افغانستان هستیم که این روزها دارن استفاده میکنن و این نمایشگاه عکس یکی از دستاوردها و فعالیت‌های جدید و قابل ملاحظه دانشکده است که اکنون برای 3 روز در هرات برگزار شده. برای تقویت کارهای عملی دانشجویان یک پروپوزال مدونی را ترتیب کردیم و ما مرکز عملیات رسانه‌ای را به گونه رسمی در سال 94 عملاً افتتاح کردیم و دانشجویان عزیز ما از بخش تلویزیون، بخش رادیو و بخش چاپش به گونه موثرش استفاده میکنن و کورس‌های ارتقای ظرفیت را برشون در بعد از وقت رسمی در نظر گرفتیم که دوره دانشجویی دورانی پرپیچ و خم است. دانشجویان از مشکلات فراوان نام میگیرند، اما مسئولان دانشگاه هرات میگویند که آنها به خاطر رفع مشکلات دانشجویان همیشه سعی کرده اند. قاهره رسولی معاون امور دانشجویان میگوید که به زودی رئیس دانشگاه هرات نیز مشخص خواهد شد. یک مشکل عمده که ما داریم همین نبود هماهنگی بین دانشجویان و مثلا دوایر بیرونی هسته، البته به تعویق افتادن معرفی رئیس پوهنتون هرات است. دانشجویان افغانستان پس از سپری کردن دوره کانکور با اشتیاق به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها می‌آیند. اما آنچه این دانشجویان را در نیمه راه می‌آزارد این است که آیا پس از فراغت شامل بازار کار خواهند شد؟